از نخستین لحظه هایی که انسان به دنیا می آید خداوند بزرگ در دفتر اعمالش سرنوشت او را می نویسد. ما گروه ایجادی تلویزیون سیما تصمیم گرفتیم که در اولین برنامه معرفی سرنوشت پیرامون زندگی نامه و فعالیت مهنتی و نقش و مقام یک از بانوهای شناخته مادر مشفق و مهربان، بانویی که واقعا هم توانست در این ایامی که به سن 85 سالگی قدم میگذارد در رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری عزیز ما سهمی شایسته گذارد. حلیمه سعدالله و همسر چهره شناخته خادم جمعیتی و دولتی بابا رجب بابویف معلومات بیشتری را منظور شما سازیم. با این مقصد ما به منزل این خانواده شناخته آمدیم و ضمن صحبت حلیمه سعدالله و همسر مهربانشان بابا رجب بابویف درباره لحظه های جداگانه زندگی خویش و ما معلومات بیشتری دادند و ما تصمیم گرفتیم که فشرده از این صحبت آشکارا و صمیمانه را برای شما پیشکش سازیم. من 3 مارس سال 1936 در دره ورزاب در بیغر گفتگی قشلاق چشم به عالم هستی گشادم. پدرم رجب سعدالله آموزگار بودن، ختم کننده دانشکده شهر سمرقند، دانشکده آموزگار تیار کنی را ختم کرده و کاری آموزگاری مشغول بودن. در دوره فعالیت پدرم مادرم کریم و راویه خانشین بودن. در عائله ما 3 نفر دختر بودیم. مادری من صاحب پسر نشدگی. ما خیلی خوش و خرسند و حیات به سر می بردیم. مادرم از پی تربیه ما بودن. در یک حوالی ما با مادر کلانم و خاله هایم زندگی می کردیم. با همین من همین طور شد که سال 1941 جنگ خانمانسوز سر شد. همون سالهایم آموزگارهای با جنگ دعوت نمی کردن. اکنون چی وای باشد که من نمیدونم. پدرم اول به صفیه حربی دعوت کرده شدن که اینا در لاور گفتگی جا مشقای حربی گذراندن و بعد ماه اوگوست بود که پدرم اومدن. پدرم وقتی که عیادت ما می اومدن همیشه اسب سوار می اومدن. همون وقت من 5 ساله بودم. بعد مادرم که یک بیبیم گلگی اهل خاندانیم و یک بارگی خیلی غمگین شدن، خیلی آشفته شدن. من نمیدونستم که این دوتازی مادرم بیویم خاله هایم از چی باشد، چون که خیلی خورد بودم. در این اثنا پسر عمکی پدرم به حالی وارد شدن و گفتن که کیلین انجامای سعدالله جان تیار می. مادرم گفتن که ها، همه اون چیزی که گفته رفتن من تیار کردم. بعد همون یک ادیال کلام بود است، همون برآوردن و
با دستی بابایم دادن ما بابا میگفتیم پسری پدرم رو با تکرارم پرسیدن که چطوری سوزن موندید می مادرم گفتم که ها بعد همه پیغام کرد بابایم انجامای پدرم رو گرفته بردن و همین سالی آگوست سالی 41 پدرم به جنگ رفتن سالی 44 خط سیاهی پدرم آمد در وقت خط سیاه گفته شده بود که پراپال بزیست سالها گذاشتن من بسیار نویستم معلم بسیار جستجو کردم پدرم از کجای و کجا باشد منزلشان هیچ چیز نیافتم وقتی که نبیرم بیروی جان در مسکو تحصیل کردن در انستیتوتی به نام رزاموفسکی شهر مسکو از پی بابا شدن کفتکو کردن از بایگانی وزارت مدافعه سابق شوروی دریافتن که پدری من 27 اپریل سال 1944 در محاربه های سخت‌ترین استالینگراد نشان شده بودند و با دوامش نوشتگی که در این خصوص ما به همسرشان کریم و رابعه خبر داده شد از همین روز سر کرده مادرم چون که ما خوراندن در کار بود پوشاندن در کار بود تربیه کردن در کار بود تربیه من و دو تا خواهرم به ذمه مادر کلانم گذشت مادرم از همین روز سر کرده کارمند کلخاز شدن روزانه و کاری کلخاز مشغول بودن شبانه سپارش گرفته بودن که برای افسران دوختنی لباس گرم چی بودولی بافتنی جراب و همه کارها این کارها هم باید ماشین داشتن شب دراز با این مشغول می شدن من اکنون حاضر تحلیل میکنم خودم ممکن همون وقتا مادری من 1-2 ساعت خواب میکردن و خلاص من همینطور من صنف یکم در مکتب ابتدایی جایی که پدرم بود این کدام سالهای جنگ بوده؟ سالهای جنگ ها همون جایی که پدرم اساسگذار مکتب لیگ 20 بودن مکتب سوادی اساسگذار مکتب لیگ 20 در دهه ما بودن در همونجا مکتب ابتدایی روزانه بود لیگ 20 شبانه میخوندن منم تحصیل صنف یکم سر کردم تا صنف 4 در اونجا تحصیل کردم بعد از ختم صنف 4 مکتب میانه که در قشلاق ما نبود در مرکز رایون ناحیه ما مکتب میانه بود مکتب تحصیلات عمومی وقتا صنف 10 میخوندیم ما همونجا رفت آی میکردیم خیلی تابستان ترامو اینقدر عذاب بسیاری نبود زمستان مشکلی های بسیاری بود برفی بلند چکل گویم نه همه سر لباس گرم داشت همه فرزنده طلبه ها طالب علمو بیم همونجا جمع می شدیم با هم می رفتیم بعد همین خیلی شد که سالهای 50 با تشبس وزارت معارف تاجیکستان بعد از کمی برقرار کردن خواجگی خلق کمی راست شدن نفس مردم بعدی ختم جنگ همین چیزا با همین چیز دقت مخصوص دادن که باید دختران و پسران دهات صاحب معلومات باشن از همینجا از نمایندگان وزارت نمایندگان مکتب ها مکتب اینترنت ها و دهات تشریف می آوردن و تشویقات و تقریبات می بردن که باید پسران و دختران قدر امکان رفته در دوشنبه تحصیل کنن با مادرم با بیم با خالگانم رحیم و گفته که یک خالی هم فامیلیشون از یادم فراموش نشده است یک معلمه خیلی خوشگپ خیلی خوشگفتار آمدن و همه این چیزها رو فهمادن که زمستان نیمش پایلوچ نیمش لباس گرم باید نسل آینده سالم باشد سلامت باشد نیکه خواندن در کار
من از شما راضی شویتون من بریم این دخترتونه یعنی من در دوشنبه خونن بعد والدینم راضی شدن سالی 44 خط سیاهی پدرم آمد در وقت خط سیاه گفته شده بود که پرپل بزیستی سالها گذاشتن من بسیار نویستم معلم بسیار جستجو کردم پدرم از کجا یا کجا باشد منزلشان هیچ چیز نیافتم وقتی که نبیرم بیروی جان در مسکو تحصیل کردن در انستیتوتی به نام رضا موسی شهری مسکو از پی بابا شدن کفتکو کردن از بایگانی وزارت مدافع سابق شوروی دریافتن که پدری من 27 اپریل سال 1944 در محاربه های سخت‌ترین استالینگراد بینشان شده بودند و با دوامش نوشتگی که در این خصوص ما با همسرشان کریم و رابیه خبر داده شد گفته همین چیز در نبیرم دریافت سال 54 من مکتب رو به آخر رسوندم با بدیه اومدم برای مصلحت با مادرم با والدینم که من خواندن رو دوام میتیم بسیار خرسند شدن من مکتب رو نستمون کردم بسیار خرسند شدن من خالم از من پرسیدن که شما چی شدنی هستید من گفتم که من خوششناس میشم همین اثنا خالم بیمار بودن اون کسام خدمتچی در ناحیه کار میکردن بیمار بودن و گفتن که نه اگر من خرسند کردنی باشی پدرت آموزگار بودن اما کارشان با آخر رسوندن نتونستن چون که جنگ سر شد من همین خیلی فاجعه به سرم اومد اگر من خرسند کردنی باشی گفتن آموزگار شو و کاری پدرت رو دوام ته سالی 1954 با دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه به نام اون وقت شیفچینکا بود معلم همینجا داخل شدم و فاکولته ما اول بیولوژی نام داشت بعد نامش دیگر کردن و خیمی بیولوژی و اساسهای خواجگی قشلاق سال 59 من اینجا تمام به آخر رسوندم و تخصصی آموزگاری خیمیا بیولوژی و اساسهای خواجگی قشلاق رو گرفتم من در همون وقت علاقه نامزد شدگی بودم من این دانلوبت ما مصلحت کردیم و فعالیت کارم رو از محرری نشریه ادبیاتی از محرری سر کردم اینجا هست من همین خیلی که من شکر میکنم بسیار از همین تقدیرم منتداری میکنم که من همین کس که روپرو کردگی بود از گفته بعضا من به سوال میکن نبیره همو ابیره همو بابا جان ها شما هم بیوی من نغز دیده گرتگی کو انا گویا که کچی به مانا نغز دیده گرتنی نمیمانید و من میگم بچیم من نغز دیده نگرفتیم من ما یک دیگر دیدیم و گفتیم که ما خاندار میشیم چی با نه در خانه ما امکانیتی در یک کس برفته دختر تی گفتن بود نه در خانه اینا که یکان کس می بیاد اگر هم تو سال فکر کنید سال 41 جنگ سر شد سال 25 و 23 تولد شدگی یگیتا 16 17 به در آمدن و جنگ تمام شد همینایم یگان تیشه پدر و مادرش خاندار کردگیش نه اکثریت همون یگیتای تولد 23 یون تا سال 45 یا زنی روس یا تاتار یا ازبکستان یا قرقیزستان
همین خیل ازدواج کرده خانه بنیاد کردن با رازگی یکدیگر چونکه پدرات جنگ بموندگی مادرها به کس خانه بماندگی متکای توی کرده دادن و یک این خیلی شرایط ها نبود. سال 1957 من سلخوز انستیتوت به میخوانم و هم کرسی من از الماسی ناحیه حصار صادق و سلامت گفتگی به حد یک دخترکی خوشروی نازنین 5 سال خواندگی ها ما با همه ایدهای نایبر و یکم مای با بالای ماشین با سلامت سوار کرده فسان کرده سلخوز انستیتوت میگذرانید. بله. بعد آمده گفتی بابا رجب تو یک یگیتی خوشروی بودگی و ما هر دو ما یک جا میخوانیم. من بعضا öyle میکنم و یک رفیقی غرمی من کتی اونها وعده وفا کردگی بودن که مکتب تمام کنیم خانه دار میشویم گفته. پولاد بود از یخک پستی ناحیه غرب. با همین یگان رسمی تاتارمی به کوشش شدن نروی. من یک دوگانی نغز دارم. یک بار همونه بیم. من نمیدونم خیلی گفتیم می. اینها این تقدیر رفته بود است. ها اینها بعد اون گفتن که ما خیمه بیولوژی اساسهای خارجی قشلاق میخوندیم گفته اساسهای خارجی قشلاقشانه مکتب ما سلخوز انستیتوت با آمده ماشین آلاتهای خارجی قشلاق همونجا دیده میرفتین اینا تجربه آموزی ها. بعد یک روز گفت که اینجا پیش تریزبه بیا رفتم ما با هم یک کورس با میخوانیم گروه ما هم یک بعد گفت همون سیتا دختر کبین بعد نگاه کردم که این کس موبایل برفت تا سن یک تا پتای خوشروی چه اینجاش بایدار پستی بردار کردگی خوشروی موها دراز سب سفیدی نقضه کرد یانشان با این طرفشان با یک تا دختر این طرفشان با یک تا دختر من گفتم همون میانانگش بینایی بارین کو بعد شد گفت 19 مرتبه اکنون اینه بینید ما مرتبه تولد شدیم 19 مرتبه وا خوردیم و نه امروز خدا با 1000 بار شکر همین ماهی مرتبه با 170 با درآمد هستیم دامایم در انستیتوت خارجگی قشلاق شبی اگرفک یک جمع‌آمدی همین خیلی موسیقی و جوانان شد بعد این کسا سلامت خبر داده بود است که بیا بعد اینا آمدن ما هم همونجا بودیم کاستومی تقامه من پوشیدگی نه خودم نداشتم هیچی انا خیک سرو منگالا ما صحت و اینجا به لطی سرخ بستگی اکن اما وقت کرسی سیوم به ماهان سال کلان اکن ترتیب انتظام به نگاه بین بعد اینا های در آوردیم اکن مهمان خیلی برای رقص و بازی همین خیلی ناشد تمام شد بعد اینای من ازاد کردم تا خانه هاشانه سلامت یک لحظه وقت قهرمان داشتیم هلال حسیسار بودن اون کس باید میخواندن که ما گروه ازبیکا بعد اینای برده همون باید یعنی خانه مرزا ترسونزاده به یک تحولی با یعنی معلم ها با اونو می استادیم این کس همونجا مهمانی بود بعد اونای خانه در آمدن من گفتم ما نباشد یک گپ زنان کنیم بعد گفتیم که همین خیل بعد این کس گفتن که من هم مادرم پوسیدنم در کار من گفتم این خیل این گردکو و یاش نیست شما مادرتون نپرسید منم مادرم من میپرسم رحمت پدر زنده بودن اکام میپرسم تقامه خانه برپا کنیم همون سبب شد بعد کمپیر بردیم پیش کمپیر بیغر من یک ساکام کتی شناس کردم توام کتی شناس کردم اونا مخول کردیم خلاصه بعد سال 59 ما از قیدی نکاح گذاشتیم همون کتی ما یک جا زندگانی یا سر کردیم دوشنبه بعد توی من با 17 کس از گروپ همون دویمی سلخوز انستیتوت 2 کس از رفیقای دیگر گروپ 19 کس
پاچوشون اپیشون 21 کس تقام کتی 23 کس توی ببودیم 23 نفره یکون کسی بگونه دیگه هیچ کس نیست یک تا همون یک خانم هم خیلی استال کردیم و انا نانی خلیب ریزه کرده موندگی انا کرمی شور و بعد خدا رحمتی تمام کجا یاد گرفته بودیم یک بشکه همون 40 لیتری فلاگه با دو بخون که نانو دو تا منام خیلی دراج انداخته موندگی بودن یک وقتایی و یک 60 گرادوس بارین گرم میشد است همون پیچی ریخته دادن گوسپان کشتن کو خیلی اکو گوسپان کشتن و به گوسپان دم نمیشد که توی کردیم ما یک دیگر ما یکم بار تو نگفتیم همون روز شما منم شما این کسم شما یکم بار بچه های من همین واضح خدا بشکر دینا یک 5-6 روز شد حساب کردیم که ما همه هر دیگه اون طرف ما 53 کس شدگیم اویلا اینو داموتو کلین ها فرزنداشان نبیره ابیره 17 تا نبیره و 15 تا ابیره شده است نی برعکس یا 17 تا ابیره و 15 تا نبیره اینو آچه داداشان کتی هر دی ما کتی 53 کس خدا به 1000 بار شکر به حد از همین حیات خودمو همین کس کتی روبرو شدگیم راضی هستم شکر میکنم که همه خیلم شده بود است ما خرکترمو هم قریب یک خیل شده کن چی میگن روزها میگن که موش جینا ادنا ستنا اکو باید دوره حیات ما هم میشد تو همه خیلم شد هم فکر شدیم قریب هم کسب هستیم این کسم اساسهای خواجگی قشلاق خوندگی منم خواجگی قشلاق که یک سال بلندتر خوندگی یک دیگر نظمی همین شاید همین به سبب همون تحکرسی مکتبی اولی شده باشد دینا مکتبی همون لرمونت و تلفن کرده پرسیدم که سال 44 من افتخار نامه برای خوانش اعلا و رفتار نمونوی گرفته بودیم لاتینی نوشتگی بالاش به صورت لنین استالین هست و امضای رحمتی برهانوف دیرکتری مکتب بودن چی خیلی آبادی ها شد باور کنید من کرته گوشت میگیرم از آنی که شدو همون غربت و منم کشی بودم و خیلیت که خطا نکردگی بودیم من این منبری بلندم گفتگی وقتی که ولایت لیناباد جدا میکنیم گفتن من گفتم که من هم شاهد بودم هم اشتراکچی بودم همون بعد اخیرا سوال پیدا شد که کجا جدا میکنیم ولایت لیناباد پنجکن تو عینک کجا میمانیم اون تپه قانچه میمانیم کی گفته میبریم اینو خیلیت عقل سالم غلبه کرد و این گپا همیشه بیکار شد حالی نوانگی گفته که اینم روزگار اینم زندگی کو اینم همین حیات من کو چون که درونی هم من بودم شکر میکنم که منم همین به قایشی شدم و یک کم شاید حصه گذاری کردگی باشم اکو حصه گذاری کردگی من امروز عمری درازم رزقی فراز فرزندکم کار کرسادین همین مملکت ما پیش رود کنده من میخواهم که این کس تا همین عمرهای با این درازتر مادرشان 103 به درآمد داشتن پشتامن من 103 اکو همون 103 به این کس درآمد بعد اون طرفش با کت خودشان مصلحت میکنن اگر خیلی شاطین من بایم تقدیر کرده باشد بابای منم 90 کم چند به درآمد وفات کردن با همون وقت باید مصلحت کنیم که سال اوستر میگویم نیمی یا دکتر عمری دراز رزقی فراز خیلی من چی میگن بخت و سعادتی بچه کشانه بینن گفتن در کار که خدای خودش همون نیکی ها من ملک سال شدم سکته دل 93 من تا حاضر بعد همون اینا بینید 28 سال بازا من هر روزی همینجور خودی داروها هست همین دارو کتی ساخت سلامت خدا بشکر من 2 سال پیش با دلبه باید بود از
حچه میموندیم و موندیم و روزگار برای داشتن همین به این کس من که یک جایی غم بیم شادی بیم کسلی بیم شب بیم روز بیم سالک یک جمعه میگن که چیکار کرد تکیه‌گاه بزرگی شما هیچ نگوید تکیه‌گاه هم تکیه‌گاه تر انا همون شبی تشکیلی که اگرافاک تشکیل کرده بود و با اون یک گروه همچون من همچون روبری گروه با اعضایان گروه هم ما تکلیف شده بودیم ما رفتیم و موسیقی سر شد موسیقی رقصی سر شد و ما همین قطار همون همسنفا هم کورسا کردیم ایستادگی بودیم بعد یک جوانی خراب کرد آمدن گفتن که شما رقص و تکلیف کنم ممکن می رقص با تکلیف کردن ممکن می من گفتم من رقص کردن نمیتوانم همین گپ از دهنی من برآمدگی بود نبرآمدگی بیدم که من لگه رقص کردیم انا همون رقص تقدیری مونه حل کرد وایس بود چی بود وایستان بود پس از ختم دانشکده آموزگاری تاجیکستان سال 1959 حلیمه سعداللهیوا با امر تقدیر با یک انسانی نیکسرشت و خادم جمعیتی دولتی بابا رجب بابویف اویله‌دار شد. آنها سال 1960 به شهر پنجکین کوچ بستند. فعالیت این بانوی شناخته نخست در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم یکمی شهر پنجکین آغاز یافت. سپس با نظرداشت مهارت و استعداد و تشکیلاتچگی حلیمه سعداللهیوا را مدیر شعبه معارف شهر پنجکین تعیین نمودند. با سبب‌های اولیوی پس از 2 سال راهبری به شعبه معارف حلیمه سعداللهیوا همچون سرور مؤسسه تحصیلاتی اساسی رقم 2 و عین زمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 شهر پنجکین را به عهده گرفت. ناگفته نماند که با سبب آنکه همسری حلیمه سعداللهیوا بابا رجب بابویف در شهر و ناحیه‌های کشور با وظیفه‌های گوناگون جمعیتی و دولتی تعیین گردیدند، آنها فعالیت خویش را در دیگر شهر و ناحیه‌ها ادامه بخشیدند. از جمله فعالیت این بانوی خیلی شناخته در انستیتوت تکمیل اختصاصی آموزگاران جمهوری، آموزگاه کسبی تکنیکی ناحیه مسجد، آموزشگاه‌های طبی شهرهای خوجند و پنجکین خیلی پرثمر بوده تا به امروز همکاران، آموزگاران و شاگردان از حلیمه سعداللهیوا با یک افتخار سخن میگویند و مقام و منزلتش را همیشه احترام میکنند. برای سهم گذاشتن در رشد ساحه معارف و تندرستی حلیمه سعداللهیوا با عنوانهای اعلاچی معارفی خلق، اعلاچی مکتب‌های مخصوص اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اعلاچی ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه وزارت معارف جمهوری تاجیکستان، مدال و سپاسنامه‌های جشنی سرفراز گردید و برای او یکی از بهترین مکافات و تحفه‌ها احترام و مقام شایسته پیدا نمودن در جامعه می باشد. خدا ما زنی خوشبختری می حسابم. پیش از همه خوشبخترین حسابیدن من از این لحاظ که من با همسرم با یکدیگر فهمی پر احترام داشتنی عزت یکدیگر. من شما با باوری کامی که میگویم که من تا حالی منم در دوام همین قطع همسر بودگیم و آواز بلندی با هم گپ زدگی فرزندان من نشوندین. همین که زندگی کردیم باز میگم از لحظه های دشوارترین حیات من نترسیدم.
2 سالی خوندم رفتن من حرکت کردم که به از پی سلامتی فرزندام از پی تربیهشون شوم خیلی شکری به همتا امروز فرزندانی حرام کردگی دویم و خیلی کس فقط میگویم که من کاری دولت کردی مشغول بودم و تربیه بسری همسرم بود ممکن همین طورم باشد من شکری به همتا میگویم معلوم چون که امروز فرزندان من در جامعه حاضره موقع خودشان رو اشغال کردن حاضر من همسرم گفتن اینو سایرا جان نامزد علم‌های پداگوژی امروز دکترند شوکت جان نامزد علم‌های تکنیکی شهرت جان مهندس این خیلی ساختمانچی بودن امروز من باغ پرور راه زده نشدن برای بد نرفتن فریفته نشدن از این من شکری به همتا میگم بچه های این کس تربیه کردن و من تماشابین بودنم یک مثالش هم این که یک روز من مسکو آمدم و بعد زفر جانم بغلم بگیرته بازی دارم بعد گفت که امک اینه ببین منو میزنه قدر امک کشه که من امک بعد خواندیم من امک من دادا نیست دادا شب کار روز کار حالی هم مسکو بکن آمد همین خیلی گفت حقیقت هم همین خیلی بود معلم چون که سرطلب بودن خصوصا نسبت اعضایان حزب پروف اورینتاسی سری ما بود وقتی که خواجه کیوی قشلاق و جماعت و کرمک تقسیم میکردن ما سفارش میگرفتیم که جماعت و جماعت هنگ کردیم حالتی پرورشی پیله سنجیم اومده شباش سوغات میدودیم از پی خانشی دخترها میرفتیم من یک لحظه عجایبی همین هیچ عیستم نمیبرد همین اماندره و مایکته و همین طرف ما با همراهی شادروان موسایی و صبری موسایی رفتیم دخترها راضی شدن دوام دادن خداشون در آموزگاری سه دختر شنوندیم معلمه یارنشان شدن من یارنی راننده شدم و اومدیم همین نزدیکی یاری اومدیم همینجا اومدیم که راه ما به سنگ چیندگی سنگوی کلون خیلی سنگ چیندین و از سنگ اون طرف مادرها زنک ضعیفا خور رفتین اگر دخترای مونه بردنی باشید من از بالای موی از بالای همین سنگ ها بذارید من همین که لحظه ها بود هیچ کس اکن یک چی میگوین منتالیتی آدم پس بود می همون دوره انا با حاضر بینید نخون گویدم که میرد میخود حیاتی اردبان وقتی که این همشهری ما باید بپروندن شهرهای عالیبه رادلا شیرالی زاده بیرون با آوازه میشد که دیپوتاتی پنجه کنتیه پروندن گفته همه öyle میکنن که من پروندن چی با یگان تا مسئله نبود که همین غربتش من اشتراک نکنم در محاکمه مسئله های شورای عالی خصوصا همین جنجالی بین نوآورایی و دامالحاکتی که بجای یک تا قشلاق به سویت گرزاندن اینجا خیست مچی سازید بجای یک تا مکتب آباد کردن فلان جا به مچی نیست ما همه خیلی شدگی بوده که کن همون شب این کس پنجه کند آمدگی من خواستگاری آمدگی همین کلیم با کلیم پرسی ما اونجا با همه خیر بعد همون شب حقیقتا بسیار تلاطف شد ما 11 کس از ولایت لینین آباد وزارت غلبه در آمده رو شده بود انا دیگرها کوچه همه پراکنده شدن ما همونجا دلم زد یکمین مراتبه 92 اولش بدست اما 8 ماه مای بود که وقتی بعد سکوری جیغ زدیم همونجا با öyle کردن آدم ها که همون کتی خودم بودگی دیپتات ها که
این مخصوص کرد که با واسطه اسکارپومش بیرون رود. یک روز بچه چین کرد دارو داد و یک نیم آدم کرد و گوشم بگفت که من شما هیچ برده نمیتونم. همه این ماشین اسکارپومش پرویرکه کرد بالنسا ها با همه درش با یراق دارا استاده. من گفتم وای مقصدی ما این خیلی نبود که من اینجا برم. من کسل من. و گفت که نه من فهمی سادم که شما کنم دولت تا بلند احتیاط کنه که از این بدترتر نشود. بعد ساعت 5 پگاهی از همونجا افسرتار همون وقت با مشاوری پرزیدنت این کس فرامده آمدن و اما چه میکنیم گفتن من گفتم برامده میریم. آمدیم راهو با درختای غلطاندگی و این طرف میگذارید اینجا درخت غلطاندگی نبراد همین دپتاتا همین خیلی کرده مانده. خلاص شدیم خلاصه کلام ساعتی قریب 6 پگاهی از خانه افسرتار من آیدش خودش یک دخترش بود. مایدی که همیش نامش نمیدونم. نگارم. برآمده آمدیم. ریگر با آمدیم که راه درخت غلطاندگی محکم و یراقاشون همون باید حالی تیار نه همون باید افتامد باید نه متقای خانگی کجا میرید؟ بعد ما گفتیم همون خیلی جنازه شدگی 5 کن میرید چپان پشیدگی مهان باید فسانانه کشا گفت خیلی کشا گذشته پاستی و با آمدیم دیناو سریاسیا بایو این کس رو دستویرینی یاردمچی پرزیدنت داره نمتن خیزیدی کاغذه بریدیم نشانتید و درام میکشاد بعد کشادن گذشتیم همون گذشتیم بعد ما یک تا سیگارت کشیدیم بعد 5 گند آمده رسیدیم آمدیم و بعد تلفن کردم که نیم من ساخت سلامت همون روز همون شب روزی که این کس نقل کرده دادن من همینجا آمدیم اکنون برای ظفر جان همسر یافتنم بود در کار بعد همین جای معلوم بود اپیشان شادروان دختر امکشان مانعنی خودشان بردن ما التماس کردیم فهمیدیم که چی همین خیلی بعد اپیشان گفتن که اکنون این راه دورو کلیم بسیار آمده رفتن نمیتونن یک چیز گوییتون بعد خدا گفتن که اکنون شادروان اکابوری بای گفتن که استیتون دنیا تین شود گفتن و تلویزر موندن که همین میدانه نشان داد خونریزی تراکتور و چی بود تانکو زده در آمده است و پرون و همزلیون همین اسنابا همین بین آدم برو آمدیم همیشه آمدیم که شروع شد که بابایش رو پروندیم بابای قربانی همون میدان شدیم شادروان رازقه و من به تاکسی یافتن همین تاکسی رفت و آمده شه پولش دادن در کل من راضی شدم همین کدی من برامده رفتم خوجند رفتم دو نمودی تلفن داشتیم دولتی و خانگی 3 رقمه با تلفن شهری نه شهری که گپ میزنم نمیبردارن 3 رقمه نمیبردارن یک چند مرتبه تلفن کردم پس گفته جواب دادن من گفتم که همین خیلی گپ ها هست به زبان روسی больше не звоните گفت мы изолированы همین که بچه هم خانه بر من نمیدونم که باید به چی گویم میفرم خانه و شما دیدگی همون و خانه اشتکی رو باید خوجم با آشانی دیو میفرم نمیدونم چی کار میکنم خلاص همین که بعدی که تلفن کردن بعد من لباسای راه رو پشتگی من کشیدم و بچه های پرسیدم که خورا خوردیتان نمی چا کردیتان خواه رفتیتان بینم خواه رفتین نه خواب نرفتگی هاشان بعد والا برامده داری خانه خوابی خودم قلب کرده بود بعد دیله خولی کردم این خیلی لحظه ها عباس خان یک بار شدگیش نه اینو من همون جنگوی اسفره با همون جا به اشتراک کردن
دست تلفن نیست تلفن میکنم جای کار تلفن میکنم قبولگاه با میدونم چی گپ من هیچ عینی من یکم خبر ندارم من نمیدونم چی شد اینها تلفن کردن نمیتوانند با همین عصبیت کاری کرده همین لحظه ها حیات بسیار شدگی در مسیر زندگی حلیمه سعداللهی و همسرشان بابا رجب بابایف لحظه های غم و اندوه و فرح و شادی با هم بودند. سال 2016 در جریان مراسم حج در اماکن مقدس شاهیگری عربستان سعودی محض در شهر مدینه منوره 80مین سالگرد حلیمه سعداللهی را تجلیل نمودند که واقعا این یک سنه فرخنده بود و از یاد آنها هیچگاه فراموش نخواهد شد. طوری در بالا تاکید کردید برای حلیمه سعداللهی و مادر مهربانشان رابعه کریمووا یک انسان شریف و نجیبه بود که در سالهای دشوار جنگ و سالهای 50 برای تعلیم و تربیت آنها همه طرفه زحمت و تلاش ها کرده است. ولی پس از مرگ تا به امروز نام مادر از یاد او فراموش نمی شود. حلیمه سعداللهی و هر سال در روز مرگ مادر مدفن او را در شهر دوشنبه زیارت می کند. با گذاشتن گلهای تر و تازه دعا و فاتحه و نداهای جانخراش از مادر با یک احترام خاصه و سوگواری یاد می کند. دلم خواهد رود بر کوی مادر وجودم پر شود از بوی مادر تمام روی دنیا را بگشتم ندیدم روی خوش جز روی مادر. باید تاکید نمود که در جریان یک صحبت صمیمانه با حلیمه سعداللهی و همسرشان بابا رجب بابایف ما احساس نمودیم که آنها از زندگی خویش همیشه سرفراز قناعتمند شکر خداوند شکر سرنوشت را میکنند. از فرزندانشان سیاره شوکت شهرت ظفر افتخار دارند و امروز در حلقه فرزندان نبیرگان و ابیرگان یک زندگی خیلی زیبای دوران پیری را پیش میبرند و این جهان را با چشم خیرت مینگرند. وقتی که ما یک جایه همین حیات یک جایه سر کردیم یک تا جوال کشادگی یک تا کرپچه بالای همون کرپچه با گواری سیاره ماندگی یک تا دیگه و کرپه یک تا دیگه بالشت برای هر دو ما دیگر یگان چیز نداشتیم. یک تا کرگز بود آچیم دادگی بودن. من از همون حاضر خدا بشکر حولی حرم بچه ها زندگانی یک آقل گسپند اینجا به اگل مرغ همه چیزی زندگی مهیا خدا با هزار بار شکر. اکدام حساب همین یک دیگری ها ما فهمیدن از حساب همین خوش زندگانی کردن. پاس داشتن این جنگ و جنجال بغیر از نحس و بحث و خرابی هیچی دیگه نمیدارد. عباس خان من آخری ترجمه حالم بنویسته ای که من خودم زنی خیلی خوشبخت میحسابم پیش از همه که ساکنی هم تو یک جمهوری گلگل شکوفا می باشم. وقتی من جمهوری من وقتی من خلق تاجیکم وقتی من همسر عزیزم وقتی من فرزندانم کلین هام نبیر و ابیرگانم کلین های من خیلی خوشویل هستند با فهم. من حرکت کردگی که اون چیزی که در حیات خودم از سرم گذراندم حرکت کردم که من اینها هم همه خیلی رفتار کنن یک دیگر فهمی یک پاس داشتن احترامی یک دیگر اینها هم نه تنها من همسری عزیزی منم به نهایت عزت میکنن احترام میکنن. من
حاضر باشد. من این دوران پیری که ما از دولتی فرزندو گذرانده ایستادیم، این البته با حصه فرزندو، حصه کلین‌های با فهم و فراست و جنبه دوی نیکی من که الهو میگم، همین دوران پیری از دولت فرزندو که من و همسری عزیزم گذرانده ایستادیم، نصیب هر یکی شما شود، نصیب هر یک خاندان شود. فرزندها برای اون که هر یک پدر و مادر یک امید که فرزند کلام میکند، همین چیزا قدر کنند. واقعا سرنوشت حلیمه سعداللهیوه و همسرشان بابا رجب بابایف خیلی رنگارنگ، عبرت‌آموز و سهم این بانو در پیشرفت تاجیکستان که سال روان ما 30مین سالگرد استقلالیت دولتیمان را با یک شکوه و جلال خاصه استقبال میگیریم، شایسته ارج گذاری می باشد. با